بریم و یک مهمان آقای مسعود شریفی. درود بر شما آقای شریفی. حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ ممنونم. دستون درد نکنه که در برنامه ما حاضر هستید و آقای نیکیار میبینم که یه برنامه رو تدارک دیدید با آقای شریفی. بله در خدمتتون. ما در خدمتتون. چیه برنامه شما؟ فکر کنم که قرار شد که یک کاری مثلا زنده اجرا کنید. بسیار میشنویم. خواهش می‌کنم. بگیر دستم و توی دستات بذار گم بشم توی چشمات. میخوام بهترین لحظه باشه نگاهت واسه آخرین یاد. میدونم که بی تو غریبم مثل عاشقی سر سپرده تا این لحظه ای رو که نیستی چشام لحظه لحظه شمرده. جناب شریفی دستون درد نکنه. کارتون هم آماده است. اگر معرفی بفرمایید میشنویم. به هر حال من مسعود شریفی هستم. همینجوری که شما فرمودین بله رشته موسیقی رو تحصیل کردم. بعد خدمت شما عرض بکنم که این کار اسمش از بدون تو محاله. بسیار عالی. کار آهنگسازی و تنظیمش رو خودم انجام دادم با اضافه شعر و خوانندگیش. سپاس. آقا میشنویم. خواهش می‌کنم. دستون درد نکنه. یه مهمان ویژه دارم من میرم سراغش. نگاهت واسه من عزیزه هنوز خیالت واسه من یه عشقه میکشه دلم ولی میدونه واسه ما بهشته. روز میاد که واسه ما بهشته. روزی که جفت نگاه اومد از راه رسید یه جوری عشق و یه روی قلب من کشید.
بعد از اون که دیدمت با یه حسی اومدی توی اولین نگاه حرف قلب تو زدی. اگه میخواستی از چشات بخونم میخوام بگم بدون تو محاله، حرفی نگو اینو دلم میدونه که سهم من از تو فقط خیاله. گفتی آرزوی عشقم واسه تو یه سبب خاطره ها یابیه، پیشکش قلب تو کردم تا ابد، همین عشقی که تو سینه باقیه. هر جا تو باشی منم اونجا خوشم، با تو نداشتم دمی روی شونه، خیال میکردی که دوست نداره اون دلی که بی تو میشه دیوونه. آه که از عشق تو شدم دیوونه، آه که از عشق تو دلم بیرونه.